نکته‌های عجیبی که شاید در مورد فیلم بتمن و بازیگر افسانه‌ای جوکر یعنی هیث لجر ندونید. مثلا در این صحنه که باید طی یک سکانس گرفته میشد ریموت کنترل به درستی کار نمیکنه و این اکت واقعی هیث لجر هستش. یا مثلا صحنه ورود جوکر به مهمونی که در اینجا برای اولین بار بازیگر نقش آلفرد با جوکر روبرو میشه و از شدت ترس و تعجب دیالوگش فراموش میکنه. و دومین نکته باز هم در همین سکانسه، زمانی که جوکر به سمت ریچل میره و چاقو رو جلوی صورتش میگیره، اون میترسه و به اطراف و عوامل صحنه نگاه میکنه چون جزئی از نمایش نبوده. اما هیث لجر افسانه‌ای باز هم صحنه غیر قابل توصیف خلق میکنه. I just want her to know that I don't care about the scars. So, I stick a razor in my mouth and do this to myself. She can't stand the sight of me.